در مدیتیشن امروز میخوایم روی تجسم سازیمون کار کنیم و در عین حال لذت و آرامش رو و حقیقی زندگی کردن تجسماتمون رو میخوایم با هم دیگه در طی این مدیتیشن تجربه کنیم. پس ازت میخوام شروع کنی به دم و بازدم های آگاهانه کشیدن. دم بگیر، اکسیژن رو به درون ریه‌هات بفرست، آگاه باش به دمت و بازدمت رو آگاهانه بیرون بفرست. اجازه بده اکسیژن آروم آروم از ریه‌هات به صورت آگاهانه تخلیه بشه. بازم بهت یادآوری میکنم اگر افکاری به سراغت اومد در طی این مدیتیشن کافیه فقط نظاره‌شون کنی. اصلا لازم نیست درگیرشون بشی. با عشق بهشون لبخند بزن. خودت رو توی یه ساحل شنی ببین. تازه آفتاب داره طلوع میکنه. و تو داری توی این ساحل بدون هیچ عجله‌ای آروم آروم قدم میزنی. لذت ببر، سرتو بچرخون، دریا رو ببین، شنها رو ببین، گرمای زیر پاهات رو که از طریق شنها داره به پوست بدنت منتقل میشه حسش کن. صدای پرنده ها رو میشنوی؟ در اوج انرژی و هیجان دارن لذت میبرن از محیط پیرامونشون. ندای صلح و آرامش سر میدن با نجواهایی که دارن هر کدومشون به شکل خودشون بیان میکنن. به قدم زدن ادامه بده. آروم آروم. یادت باشه که هیچ عجله‌ای توی این پیاده روی صبحگاهی لب ساحل نداری. زمان فقط واسه تو ایستاده تا تو لذت ببری از این ویو، از این گرمای مطبوع که هم از طریق خورشید داره به پوست بدنت میتابه، هم از طریق شنهای ساحل از کف پات داره انرژی رو بهت منتقل میکنه.
همینجور که داری قدم میزنی سرتو آروم آروم بیار بالا. در امتدای ساحل روبروی تو یه پرنده داره راه میره. تجسمش کن با راهنمایی من. این پرنده پاهای خیلی بلندی داره، نازک و بلند. منقار بلندی هم داره. سرشو با افتخار بالا گرفته و آرامش از سر تا پاش عیانه. رنگ بدنش، پرهاش ترکیبی از آبی و سفید و طوسیه. خیلی زیبا و خارق‌العاده است. به قدم زدنش نگاه کن. ببین چقدر آروم قدم میزنه. انگار که اومده اینجا تا هر ثانیه رو به قدر ساعت‌ها ازش استفاده بکنه. با هر قدمی که برمی داره انگار میخواد از همه قسمت‌های ساحل، خورشید، آب، هوا لذت ببره. به خاطر همینه که انقدر سرعتش پایینه. از وقتی داری بهش نگاه میکنی شاید هنوز 2 قدم کاملش هم بر نداشته. از سر تا پاشو نگاه کن. از سر بلندش که با فاصله از تنش قرار داره، گردن درازش، پاهای بلندش، منقار بلندش، چشماشو نگاه کن. چشمای خیلی مهربونی داره. آرامش رو از توی چشماش ببین. اجازه بده این آرامش به تو هم منتقل بشه. این پرنده یه پرنده خارق‌العاده است. بی دلیل اینجا در کنار تو قرار نگرفته. لذت زیباییش رو ببر. ازش یاد بگیر چجوری میتونی آروم باشی. بی خیال از همه جا باشی. توی لحظه حال باشی. حالا پاهاتو خم کن و آروم روی شنها بشین به سمت خورشید. دستهاتو آروم روی قلبت بذار. نور خورشید رو کف دستات ببین.
اجازه بده این نور گرماش زیر پوستت نشون داده بشه. حسش کن از روی پوست دستات نوری رو که از خورشید درون قلبت جا دادی. اجازه بده انرژیش، گرماش، درخششش توی کل بدنت از طریق ضربان‌های قلبت منتشر بشه. گرماش رو در سر تا سر بدنت، از قفسه سینت به سمت پایین تا نوک انگشتان پات و به سمت بالا تا تاج سرت این گرما رو منتشر کن. لذت بخشه نه؟ تو قسمتی از جهان هستی هستی. تو بخشی از طبیعت هستی. پس اجازه بده یکی بشی با این طبیعت زیبا. گرمای شن رو از زیر پوستت حس کن که روش نشستی. گرمای خورشید رو توی سر تا سر وجودت حس کن که روبروش نشستی. وزش باد رو که آروم داره پوستت رو نوازش میده سعی کن حسش کنی، یا حتی میتونی بشنویش. و آروم دستاتو بالا بیار، به هم ماساژشون بده. اجازه بده این گرمای لذت بخش بیشتر و بیشتر کف دستات منتشر بشه. یه داغی رو داری حس میکنی، این انرژی بالایی که از طبیعت دریافت کردی. و آروم دستات رو بذار روی چشمات. کل منظره ساحل رو ببین. پرنده زیبا رو ببین که داره با آرامش و اطمینان بهت نگاه میکنه. اطمینان از این که در این جهان هستی همه چیز به نظم و شگفتی و خیر برقراره. اطمینانی که به تو هم داره اطمینان رو منتقل میکنه. دستت رو از روی چشمات بردار. بلند شو از سر جات. یه چند قدم به سمت آب برو و نوک انگشتای پات رو، هر کدوم از پاتو که دوست داشتی، آروم بزن به آب. حالا خنکی آب رو هم سعی کن تجسم کنی و حسش کنی. چند تا نفس عمیق بکش. آگاهیت رو به لحظه حال برگردون. خودت رو تو محیطی که جسمت قرار داره حس کن. آروم آروم چشمات رو باز کن و انرژی رو که با قدرت ذهنت درون وجود خودت به انتشار در آوردی لمسش کن و حسش کن. تو در مرکز قدرت زندگیت قرار داری. تو تکه‌ای منحصر به فرد از جهان هستی هستی.